نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدنيا حلم خزرة وإن الله مستخلفكم فينظر كيف تعملون. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید دنیا سرسبز و شیرین است. این دنیا حلو خضر. الله دنیا بسیار سرسبز و شیرین است. و این الله مستخلفکم، الله تعالی شما را خلیفه و جانشین مقرر کرده. فینظر کیف تعملون، الله تعالی نگاه میکند شما چه عملی انجام بدید. از این سرسبزی و شیرینی دنیا انسان سالم به آخرت رفتن کمال. همینه که 90% مردم دنیا در همین سرسبزی و شیرینی دنیا فریب خورد. در این سرسبزی و شیرینی الله تعالی با وجودی که دنیا را مزینه و شیرینه، پول را همه دوست دارن، و همین شیرینی الله تعالی مقرر کرده که شما حکمران اوامر ما هستید و الله تعالی ناظر بر عمل شما که از بلند میشه تا شام چه کاری انجام بدین الله ناظر. این از دوستان ما که باید همین تصور بکنیم که یک فرد مسیر راه او را آمدن گفتن این راه است، برو تو به مقصد برسی. هر یک از ما و شما یک محدوده ایم. الله تعالی نیافریده که تا زمان ما بخوایم باید زنده بشیم. یک چند روز چند سبای ما را در زمین بل کرده، این سفر تو این قدره و اون قدر خدا آمدنه چقدر. اذا جاء اجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، زمان اجل بیا مقدم مؤخر لحظه ای نمیشه، او را ما نمیدونیم که کی ما اجل ما برسه و کی ما تمام بشه. این مقدار مسافت است که ما باید طی بکنیم. حالا در این سفر همین که انسانیت به دنیا آمد، حضرت آدم بود اول پیامبر بودن، بچه‌ها همونطور کم کم دنیا سرسبز و شیرین شد، کم کم به خود دنیا گرفتار شد، به محبت دنیا، به عشق دنیا، به عشق پول. اینقدر منهمک که در زمین شدیم که از خالق فراموش کرد. این سبب شد، اینقدر غفلت سبب شد که الله تعالی چندین هزار پیامبر فرستادن تا مردم را آگاه کنند که آی مردم خود را از یک غفلت نجات بود و انذرهم یوم الحسرة اذ قتلوا. ای پیامبر بترسان از روزی که افسوس بخورند و غفلت سپری کردند عمر خود، اونها را بترسان. این است که الله تعالی این مسیر را باید خیلی آگاهانه عمر را تمام کنه. در حدیث ابن عمر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرماید ای ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل. زندگی کن در دنیا مانند غریب یا مانند مسافری که میخواد این سفر را طی بکنه، این مقصد خود را فراموش نکنه. ما مقصد داریم. همینه که الله تعالی به طور غضب میفرمایند که اعملوا ما شئتم. ای انسان ها هر عمل میخواد انجام بده، انی بما تعملون بصیر. به تک تک عمل شما ما بینا هست، میبینیم عمل شما. الینا مرجعکم، بازگشت شما آخر به سوی ما هست. برین هر کاری بکنید، به هر دیل کاری میخواهیم شما انجام بدیم، اما با بازگشت شما باید بگردیم به سوی ما باز میگردیم. امتحان چی امتحان دادیم؟ امتحان خوب دادیم یا نه؟
آیا این طول عمر مصطفی رو به مستی و گناه و لطبازی و اینا مصرف کردیم یا برای خدا مصرف کردیم؟ چطور انسان باید موازنه بکنه خود را که زندگی چطور سپری کرد؟ عمر تمام میشه اما به چه نوع زندگی کردن باشیم؟ چقدر غفلت بوده در زندگی ما باشیم؟ بخوایم یا نخوایم به سوی خدا برمیگردیم، یا به رحمت یا به غضب. کفار برمیگردن به سوی خدا با غضب خدا، به سوی خدا برمیگردن اما غضب خدا هم هست. مومن برمیگرده به سوی خدا با رحمت خدا. یکی با غضب یکی با رحمت. برمیگرده که در دنیا چیکار کرد. تمام زندگی آخرت مربوط میشه به چند روز الان ما و شما که الان در چند روز چیکار کردیم. این است که کوشش کنیم که برای راه خدا که راه خدا راه طی بشه، الله تعالی توفیق میده به کسی راه خدا هموار میکنه. برای هر کس که خدا بخواه اولا دوستان خوب انتخاب کن. اگر میخوایم که دین ما سالم بمانه رفیقای خوب انتخاب کن، همنشینای خوب انتخاب کن. با کی تعلق ارتباط داریم؟ ببین به دین و دنیا نقصان مرسد، بد باشه به دنیای انسان نقصان مرسد، اگر خوب باشه به دین و دنیا انسان فایده مرسد. در قیامت حشر میشیم با همون کسانی که تعلق ارتباط جانی داشتیم، دوست واقعی بوده، دوست دلی بوده، با همون در قیامت حشر میشیم. المرء مع من احبه. در قیامت شخص حشر میشه با کسی که با او دوست داره. یعنی با چه افراد تعلق محبت داشتیم با همون افراد حشر میشه. این خیلی مهمه. الله تعالی واقعی او کسی که ابی بن خلف بود با یک کافر دیگره، اینا دوستی و بسیار دوست بودن. در یک مجلس چون با پیامبر خدا صلی الله علیه و نشسته بود و پیامبر اکرام کرد از پیامبر خدا و یعنی این که گفت من دیگه حرف نمیزنم تا زمان این بیادبی در حق رسول نکنم. و اون ملعون یک بیادبی انجام داد، ولی الله تعالی او را در قرآن کریم بیان می‌فرمایند که این فرد در قیامت فریاد خواهد زد یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش فلانا دوست خود نمی‌گرفتم، ای کاش دوست نمی او مرا از راه گمراه کرد. لقد ازلنی عن الذکر بعد از جاءنی، ما را از یاد خدا او غافل کرد. او مرا امروز به جهنم کشانیده. همه برمیگرده به این است که علما بیان فرمودن که ببینید یک تعلق از قضا هست، یعنی مانندی که انسان از قضا سیر نمیشه. صبحانه با شام میخوریم، ظهر میخوریم، شام هم میخوریم، در طول عمر سیر نمیشه. یعنی اینطور نشه بگه من در روز میشه از صبحانه فراموش کنم که صبحانه بخورم، یا در شب میشه فراموش کنم که شام غذا بخورم. همینطور شده تا حالا. یا بگین در روز میشه ما ظهر نخوردم، از یاد ما رفتم، فلانی به ما گفته که تو ظهر نخوردی، همینطور که نمیشه دیگه. همه میاد بیا. علمای ربانیین و اولیای خدا مانند قضا هست، یعنی تعلق ارتباط با دوستان خدا مانند قضای که صبحانه و ظهر شام میخوره. همین قد مفیده. اگر الله توفیق بده به کسی مثل قضایی که صبح و ظهر شام میخوره همون قد مفید. همینه که نصیب خوشبالو کسانی که در کنار دوستان خدا توفیق حاصل کردن و بودن و این عشق و محبت را زندگی شیرین سپری کرد. بار حضرت مولانا شاه مختار رحمت الله
اون واقعاتی که با مولانا شاه عبدالغنی بودن، با اون فقر و با اون مسکنت و با اون هوا سردی، با اون عدم امکانات، ولی افتخارانه بیان میکرد. بهترین زندگی سپری کرد در کنار یک ولی خدا. 17 سال در کنار یک دوست خدا زندگی کرد و تمام این زحمت که الله تعالی از ما کار گرفت در طول حیات یک فرده و از این مرید ما کار گرفت که امروز چندین هزار طلبه، چندین هزار درس و افتاء، همه ببرکت همون صحبت الله تعالی از اونا به مده قضا هست. اما یکی ارتباط تعلق داریم با کسی، ارتباط تعلق در حد دوا هست، دارو هست. ببینید اگر بیمار میشیم بریم به داروخانه به جای دکتر، ما تعلق و محبت با دکتر نداریم، ما تعلق و محبت با داروخانه نداریم، مجبور هستیم برای دوای جسم خود خوب، برای که جسم ما سالم بشه مریم. اگرچه ممکنه هر روزم بریم، از به مشهدم بریم، به تهرانم بریم، ولی برای سلامتی خود خوب مانند دارو هست. همینقدر تعلق داره در حد دارو داره. بس تعلق بعض از افراد با علما و با اهل الله به منزله دارو هست، بیشتر تعلق نداره. کسی وفات کرده از قوم خویشاون، حالا به ما چقدر میراث مرسه، فوراً کاغذ بالا درست میکنه میاد دارالفتان که میراث چنده به ما میراث اسم مرسه، به مادر، خاله، مچه فلانه میراث چنده مرسه. اونجا زانوی توازن مزنه و خوبم بالاخره عاجزانه میگم تا این عالم جواب بده که به تو چقدر میراث مرسه، به بچه تو، به دختر تو، فلانه مادر تو چقدر مرسه. اون موقع میگیرم اون تعلق ارتباط دوستی و محبت خیلی با عالم نداره، فقط این که میراث ما به چند ما مرسه، چند موقع پولدار باشه، فقط در حد سعال ارتباط تعلق و چیز نداره، فقط این که آمده که مشکلش کرد، زن مطلق شده یا نشده. یک فرد چندین مرتبه با خانواده از راه دور آمده در یک مسئله طلاق. چرا؟ اون تعلق و محبت نداره، اون فقط این که مخزن طلاق شده یا نشده، فقط برای این آمده. پس بعضی افراد اینا در همین حد تعلق ارتباط با دوستان خدا در همین حد داره. خطره هست که بالاخره این اگر تعلق ارتباط این گروه زود فریب میخورن، به معمولی فیلمه، به معمولی کاناله، به معمولی دوست رفیقی فریب میخورن. اگر کسی دوست بگه بیام بریم به جای کمی عشق کنیم فلانه، فریب قبول میکنه، چون تعلق ارتباط با یک منبع نداره، با یک ولی و دوست و عالم ربانی نداره. فریب دیندارم هست، فریب میخوره. ما افراد داریم که اهل دین بوده، خیلی بوده، الان با اهل دین میشه، ولی اونطور ببین تعلق قلبی باقی باید باشه، نه اینکه بگه همینجور زبانی ما دوست دارم ولی ما داریم که به فعلهای نامشروع مبتلا است و کارهای بسیار غلط مبتلا است. اینا در حدی که ما بگیم ما دیندار هستیم نیاز به کسی نداریم. بله ما امروز اگر 10 سال 20 سال درس بخونیم خود بندن نیاز داریم به یک مربی. ما کارهای ممکنه غلطی انجام بدیم، ما مگر کی هستیم؟ ولی یک کس باید اطلاع بده یا باید بالاخره به نصاحی وابسته به یک جای بشیم که آدم بشیم. اگر همین دو رو پا فریب کنید. یک گروه دیگر هست که تعلق ارتباط با اون افراد به مزه دعا هست.
دا یعنی بیماری، یعنی ارتباط و تعلق انسان رو بیمار میکنه. اگر انسان مدت ارتباط تعلق داشته باشی جسم انسان بیمار میشه. طرف نماز ما خونده بر اساس ارتباط تعلق حالا یک نماز قضا میشه. اهل دین بوده الان ضعیف شده، بیمار. این بیماری ها حالا زیاده، این بیماری ها در جامعه زیاد و انسان دا دین بیرونق میشه. انسان خدا را میشناسی، مدانی که الان 5 نماز فرض کرده، مدانی که راه خدا اینه، ولی توفیق نمیاد و مریم انجام بدیم همون کار غلط، همون کار انجام بدیم. اینا دا هست. دا یعنی بیماری، یعنی تعلق، یعنی بیمار شدی. تو سالم بودی بعد از 4 روز بیمار شدی، بگن فلانی بیمار. بیماری جسمی نه روحی. ما 2 نوع بیماری داریم، یک بیماری جسمی است، یکی روحی. یکی چشم کوره، یکی چشم قلب کور. الله تعالی میگه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. این گناهکارها از چشم کور نیستن، از چشم قلب کور است. چشم قلب اونا کور، هیچ چی نمیره بخواد. نه از راه گوش هدایت میشن، نه از راه چشم، نه از موعظه، نه از نصیحت، از هیچ چی اینا حلینا نمیشن. انگار توپ به دیوار میزنیم برمیگرده، هیچ حالی نمیشه. خطر از اینطور جماعت که شما و ما رو بیمار کنه اجتناب بجوید. بعضا میگن خیلی ما قوم خویش هستیم، ولی او فرد که قوم خویش هستیم از قوم ما سلرمی کنه. آدیس خیلی آمده بعد سلرمی بکنیم، سلرمی صحب ده، سلرمی ایچوا کنیم. اگر برین و مادی گناه مقتل آمشه بالاخره به غیبت کم از کم، به حسادت، حب عشق دنیا، روابط غلط در ما تزریق میشه، مثل آمپول تزریق میشه. آمپول مزیم با چی مزیم؟ یک بیماری که مزیم دیوانه کنیستیم آمپول بزنیم و بدن خود درد داره، برای مقصد که هست که مزیم. این دور افراد را بدانیم سلرمی در همون حدش، نه اینکه قلبی و عشقی محبت ببرزین تا اعمال او وارد بدن اعمال ما باشه، در حدی که همون معمولی. به پدر مادر گفتن اگر هفته اما اقوام دیگر در سال 1 مرتبه رفتیم به دیدنش، در سال 1 مرتبه رفتیم اول پرسی، در سال 1 مرتبه رفتیم تعلق کفایه نه. یعنی در قیامت الله تعالی سوال نمیکنه تو چرا سلرمی قطع کردی بریدی، کفایت. و این خیلی کم تاثیر پیدا که در یک جلسه بیا شمار فرمو کنه، اعمال را نابود کنه. بله چون قوم خویش اما مریم سلرمی کفایت. نه اینکه صبح و ظهر و شوم هر هفته برو، این معلومه که این ارتباط کمرت مشکل، این ارتباط تو را بیگانه میکنه از خدا. این ارتباط و تعلق تأثیر داره، یعنی ارتباط یک چیزی مثل بمب اتم تأثیر داره که ارتباط با کی داشته. یک فرد رو ما بشناسیم به ارتباطش بشناسیم. اگر دختر خود ما این بزو بدیم با خواستگاری آمده بپرسیم این فرد ارتباط تعلق با چه افراد داره، با کی ارتباط. از دوستان بپرسیم این چه آدم هست، چون نمیدونم شما. بعضی عمران میگن ما سوال کردیم این فرد ظاهر خوب بود، علی چطور؟ بله به ظاهر تو به یک جلسه یا 2 جلسه شناختی این رو. از کسی باید بپرسی که سالها ارتباط داشته بود. و نزد حضرت عمر کسی آمد سوال کرد، کسی که از یک دیگر سوال میکرد که فلانی چطوره؟ خوبه خیلی، نماز میخونه خیلی خوبه. حضرت عمر از او سوال کردن تو بوده که سفر کردی، سفرهای در طول زمانه به یک سفرهای
با او بودی مدت با بود گفت نه همینطور ظاهر رو دیدم که آدم خوبه از نماز میخونه گفت اشتباه کرد به یک جلسه دو جلسه نمیشناسی چطور آدم رو زمان میشناسی که مدت با او باشه حالا میشناسی خیلی افراد بودن که با خاطر خواستگاری زن آمدن مثل موش مرده همین دو 5 وقت به نماز و تهجد و ذکر و 6 ماه و بجا امام مسیح میگه فقط کوکویی هست فقط فرشته هست همین که دختر مردم رو گرفته بدبخت کرد برو حجاب را دور کن برو راقلت برو هر عیاشی حالا مبتلا در مبتلا شده چند تا بچه مانده یک لات درجه یک فقط به خاطر فریب چند روز آمده که دختر یک کسو بگیر نگاه نکن که 6 ماه میشه این خیلی خوبه نگاه کن که الان 20 سال میشه در این 20 سال ارتباطی با کی بوده به یک ندو فریب مخوری یک ارتباط و تعلقی که داشت فقط بیماری ایجاد باشه چقدر بودن ما افراد عالم بودن افراد تبلیغی بودن 40 سال بالا بودن ولی بر اثر ارتباط ها بالکل از راه خدا دور شد بالکل کانه هایی که اصلا در شأن یک فرد نیست انجام بدن چون فاصله شدن آخه نفس شیطان که زیر او قوی میشه همین که از دین ضعیف شدن او قوی میشه زنده به زمین و چهارم ارتباطش فرمودن الدمار والاهلاک هر لحظه هلاک یعنی همون لحظه که در همون مجلس بودی اگر اسرائیل جنتو بگیرد تو جزو همون مجرمین و جهنمی ها میشی نه ارتباط یک لحظه بودی با یک لحظه در یک مجلس نامشروع مدیم که شراب هست قمار هست رقص هست زنان رقاص هست رفتی تو عالم تبلیغی اهل دین شرکت کردی همون جا اگر موت تو آمد با کدو گور مری چطور با چه اولاد حشر میشه زن بوده که این مرقصیده همونجا سکته کرده و بمرده این رقص مرده حالا چطور حشر میشی کما تحیون تموتون و کما تموتون تحشرون همونطور که موت تو آمده در قیامت یک رقاص حشر میشی در مجلس شراب بردی یک شرابخوار حشر میشی در مجلس ارزن بودی یک ارگی حشر میشی حالا که هفته گذشته تو نماز بخونی در مجلس مسجد مولانا بودی اهل ذکر بودی اعتکاف داشتید خوبم بودی اما الان موت تو آمد با یک شرابخوار با یک قمارباز این میگن الدمار والاهلاک هلاک و هلاکت و بربادی یعنی یک لحظه باعث هلاک شدنی طول عمره نیم ساعت میشه ما چیز کردیم که نیم ساعت بیشتر نیشم خسته میشه شما کوتاه بله 20 دقیقه یا 20 دقیقه میشه پس این 4 قسم یاد شما باشه که هلاکت و بربادی است بعد ببینیم زندگی خوب را زندگی خود ارتباط و تعلق با انشاءالله این ارتباطات و تعلقات خود را قطع نکنیم چون قطع کردیم یعنی در یک ماه نعیم ضعیف میشیم خود ما در هفته 2 جلسه حضرت مولانا بیان داشتن بیان اصلاحی اگر با وجودی که حفظ قرآن میکردیم یعنی حفظ ببینید یک حافظ ممکن درد قرآن بخونه ولی با وجود اون اگر در مجالس حضرت مولانا شرکت نمیکنیم احساس میکردیم که ضعیف شدیم احساس با خود میکنیم که ضعیف شدیم اگر هفته 1 جلسه بود احساس ضعف بود اونم داشتن دوشنبه و جمعه داشتن بیان داشتن بیان اونو آتشی بود درباره عشق الهی بود محبت الله اینه که خود را از اگر میخوایم ضعیف همیشه ببینید از این 4 گروه با کدوم گروه میخوایم ارتباط و تعلق برقرار کنیم بعد
چند چیز باعث سعادت و بودن باعث سعادت. یکی که الله تو را میسر کنه که روزی در خود شد برآورده شد. این نعمت است. ببین یکی بدبخت روزی خواست که همیشه در بدر که روزی ماز کجا میاد. 4 ماه مره به تهران، 6 ماه مره باز میاد، 1 ماه خلاص میکنه باز مره. زن بچه اینجا او دو اونجا، اگه دو اونجا باشد قریبی، نه راه خدا، نه جلسه، نه اصلاحی، هیچی. اینجا میاد روزی انسان در خود شر برآورده بشه. علامت سعادت. الله فضل کرد. دومی که روزیش حلال باشه، مال حلال باشه، از شبهات، از معاملات غلط دست بکشه. روزی حلال. چون روزی حلال که نبود و تمام نور عبادت و دین انسان از بین نبود. الله تعالی اگر میسر بکند زن صالح و نیک شایسته اهل دین باشه، نعمتی است، بهترین نعمت دنیاست. یعنی همه نعمتهای دنیا یک طرف، زن صالح و نیک داشته باشیم یک طرف. هر چه خوب باشید، زن شما اگر با شما خوب با در رفتار، اعتقاد، دیانت یک نبود، هیچ نیستی. بدبختی است، رنج. علامت سعادت. جوانی خود را آدم چند چیز را رعایت بکنید. جوانی خدا نعمت خدا داده، مال داده، در هر جا مصرف نکنید. در هر جا که نه خوب نگاه کنید. چون در قیامت که سوالات قبل زنده بشین همین سوال میشه، این مال را از کجا به دست آوردی، به کجا مصرف کردی، در جای صحیح مصرف کنید. واجباتش را اگر اهل زکات ادا کنید. صحیح مال سالم رحمتی است. و به انبیاء کنه یا رسول کلوا من الطیبات، ای پیامبران پاکیزه بخورید، پاکیزه بخورید، روزی حلال و پاکیزه. فرائض را به جا بیارید. ببین فرض در شب و روز اگر قضا شد دیگه ضعفه. اگر گاهی هم تأخیر شد جبران کنید، به استغفار، توبه، ذکر، نماز نفل بخوانید، اونا جبران کنید. چرا قضا شد؟ مگر نه تنبل بشیم. اگر نماز صبح قضا شد، نماز اشراق 20 رکعت نماز نفل بخوانید. 20 رکعت نماز نفل بخوانید. استغفار طلب کنید. چند هزار تومان هم صدقه کنید. چرا؟ چون نماز صبح قضا شد. نکنیم این کار را ضعیف میشه. کم کم از دست مره و بی نماز میشه. یک گناه کبیره در شمال انسان انجام بده بس سریع. میگه ما که گناهی نکردیم، همین که نماز فرض قضا شد همین کم نیست. سنت را پابند به سنت را کوشش کنیم که اتباع سنت به خود لازم بگیریم. هر چه توانه کوشش کنید اتباعش، چون محبت خدا با سنت جمع میشه. فاتبعونی یحببکم الله، پیروی مرا بکنید خدا شما را دوست میکنه. من اینکه محبوب خدا و دوست خدا بشین باید از سنت را به جان دل عمل کنیم. اونجا در توان شماست. کوشش کنیم عمل بکنیم. حیات خدا قنیمت بشمانه. حدیث میگه که حیات که قبل موت هنوز زنده است، نمردیم قنیمت بشمانه. وای برو کسی که مرد، حالا افسوس چی مخوره؟ هیچ جز افسوس کف افسوس چیزی نمونه. لذا سلامتی خدا قبل از بیماری قنیمت بشمانه. او کسی بیمار آمد در تخت بیمارستان، نه عبادت، نه ذکر، نه اصلا حوصله نیست. وقتی انسان عبادت زمان خوبه که خوب سالم جوان مست و ملنگ بشیم، حالا بگن ما عاشقانه برای خدا آمد. او وقت افتادن در تخت بیمارستان او چی است؟ این چند چیز را بر خود لازم. الله تعالی چشمهای قلب را باز میکنه. الله تعالی اگر بنده از تمامی گناه دست کشید، چون که چشمت را به خود بینا کنه، 100 عالم در نظر پیدا کنه.
الله تعالی وقتی بخواد توجه بنده خدا به خود جلب کنه، بنده واقعی با جان دل متوجه خدا شد. صدها عالم، ببین میگین عالم، صدها عالم به قلب انسان میاد. وقتی خدا متعال باز میکنه این سینه را، کل کائنات همه در همین قلب کوچک جا میشه. وقتی الله تعالی قلبه که ببین در یک روایتی است که من در آسمان ها و زمین نمی گنجم، یعنی عظمت بزرگی من اگه بگن تمام آسمان ها، عرش، کرسی، لوح، تمام همه را هنوز الله تعالی فوق و بالاتر از ایناست، ولی الله تعالی در قلب بنده مؤمن خود الله می انا عند المنکسر قلوبهم، الله تعالی من در نزد شکسته دلان است. او وقتی این پادشاهان ورود پیدا کنند به قلب یک مسلمان، او قلب چی میشه؟ این زبان ها جمله ایران میشوند. تمام اصلا که این قلب به چه چیز زبان ها گم میشه که این بزرگی الله را به چه زبانی بیان کنم، زبان ها گم. این است که اون موقع خود بنده مفهمه که ارتباط تعلق با خدا یعنی میشه، تعلق با محبت با الله یعنی میشه. کوشش کنید الله جل جلاله کل شیء اذا فرغته عوض، هر چیز در دنیا از شما از دست رفت عوض داره. ماشین رفت به خاک کرد، ماشین دیگه. لباس رفت لباس دیگری، ساختمان رفت ساختمان دیگری. اگه خدا رفت جاگون، خدا جدا شد، حالا خدای دیگر است یک اله. و فی السماء اله و فی الارض اله، در آسمان بدون خداست، همون و زمین بین الله یک، عوض نداره. حالا افسوسه که خدا را دست رفت. از هر چیز دنیا بده قابل جبران است. اگه خدا را دست رفت، از خدا جدا شدن قابل جبران نداره، هیچ راهی نداره. الله تعالی به ما فهم سلیم و قلب سالم عطا بفرماید و تعلق ارتباط با دوستان الله تعالی عطا بفرماید. پیامبر دعا کردن که اللهم اجعل، اللهم انی اسألک حبک و حب من یحبک. خدایا دوستی تو را میخوام و دوستی دوستان تو را میخوام. این است که دوستی دوستان خدا نفع. الله تعالی به ما توفیق عمل نصیب بفرماید و همه ما را در زمره دوستان خود عطا بفرماید.